با مهمترین خبر و گزارش روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظر شماست. السلام علیکم. ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی در هیئت نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و پروکراتوری شهر با رهبریت، فعالان و ساکنان جماعت‌های دهاتی فاراب و موغیان برگزار کردید. ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی در هیئت معاونی رئیس شهر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده، پروکرور شهر پنجکند مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده در جماعت‌های بلندکوه فاراب و موغیان برگزار گردید. در آغاز این ملاقات معاون رئیس شهر مراد شکرزاده با حاضرین اطلاع داد که ما در عرفه سنه فرخنده 30 سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قرار داریم و در روند استقبال سزاوار از این سنه فرخنده با اقدام بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2024 سال معرفتی حقوقی اعلان گردید و هدف و مرام این ملاقات و صحبت‌های ما اساساً بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و از طرف رهبریت بهتر نمودن مسئولیت نظارت در سمت اجرای قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان می باشد. در این ملاقات پروکرور شهر پنجکند مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده ضمن سخنرانی خویش بار دیگر به مردم اطلاع داد که ما باید همه قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، سندهای معیاری حقوقی، دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را مورد عمل قرار دهیم. پروکرور شهر پنجکند اسکندر رحمتزاده تاکید نمود که قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت فرزند از ما تقاضا دارد که پیش از همه ما باید معرکه‌های خویش را در دایره این قانون عملی سازیم، به زیاده روی هیچگاه راه ندهیم، از پوشیدن سر و لباس بیگانه خود را کنار گیریم. وابسته به مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک پروکرور شهر پنجکند تاکید کرد که هر یک پدر و مادر و آموزگاران وظیفه‌دار هستند که روندهای تعلیم و تربیت را در مؤسسه‌های تعلیمی تحت نظارت قرار دهند. نباید که خوانندگان با تلفن‌های موبیلی وارد سنخانه‌ها شوند. همزمان برای تامین دوامات و بلند برداشتن آداب و اخلاق نسل نورس همه ما مسئول می باشیم. در این ملاقات وابسته به دیگر مسئله های رشد جامعه از جمله استفاده مقصدناک زمین، آمادگی به جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بلند برداشتن معرفت اهل جامعه در تمام سمت‌ها مورد گفتگوی آشکارا قرار گرفت و رهبریت و فعالان جماعت دهاتی فاراب وظیفه‌دار شدند که در سمت اجرای نشاندادهایی که در این ملاقات مخصوص تاکید گردید کارهای نظارتی و ترغیباتی را با مرام ادامه دهند. چنین ملاقات با رهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دهاتی موغیان نیز برگزار گردید. معاون رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده ضمن سخنرانی خویش اظهار داشت که سال روان ما سنه فرخنده 30 سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم و در این روند در کشور عزیزمان با ابتکار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان شده است و هر یک شهروند خاصه راهبران و مسئولان وظیفه‌دار هستند که برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان
تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه سازند. پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با توجه ساکنان جماعت دیهات ماغیان و فعالان این جماعت بلانکو اطلاع داد که وظیفه هر یکی ما و شما پیش از همه سهم گذاشتن در آموزش، تطبیق و تبلیغ قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، خاصه قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت فرزند و دیگر سندهای معیاری حقوقی می باشد. پروکورور شهر پنجکین باری دیگر اظهار داشت که اگر راهبریت، فعالان، اهل زیایی جماعت دیهات ماغیان در این سمت باز هم با مسئولیت مناسبت نمایند، ما می توانیم به کامیابی های کلان نائل گردیم. زیرا امروز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان برای شهروندان تمام حقوق و آزادی ها را فراهم آورده است و باید هر یک شهروند از امکانیت های کنستیتوسیونی ثمرناک استفاده برد. در این ملاقات نیز باری دیگر تاکید کرد که وقتی آن رسیده است که هر یک شهروند باید از وطن زیبای خود تاجیکستان صاحب استقلال افتخار نماید. دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که از پیام نوبتیشان سرچشمه میگیرد و همزمان ضمن سفرهای کاری به ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌های کشور بیان کردن مورد تطبیق قرار دهند و این دستور و هدایت‌ها ما را برای باز هم آباد و زیبا ساختن وطن عزیزمان استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان هدایت خواهد کرد. در ملاقات کارمند مسئول شعبه امنیت شهر پنجکین کریموف فخرالدین سیفالدینویچ نیز شرکت ورزیده اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون مسئله های بررسی شده و بلند برداشتن زیرکی سیاسی شهروندان و تامین امن و ثبات جامعه بیان کرد. ملاقات صحبت‌های گروه تبلیغاتی در دیگر جماعت‌های دیهات پنجکین ادامه دارد. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. مورد ذکر است که ساکنان جماعت دیهات ماغیان بخشیده به جشن‌های فرخنده کشور عزیزمان کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت می‌بخشند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. توجه نمایید. ساکنان دهه غزنی بالای جماعت دیهات ماغیان شهر پنجکین جهتی در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان درباره سهمگذاری در آبادی محل خود سال جاری دست جمعانه یک قطار کارهای جمعیتی دهه را که به بهترگردانی انفراستراکچور و بلندگردانی سطح زندگی ساکنان مساعدت می‌کنند به انجام رسانیدند. خصوصا در مسافه 3500 متر از موضع سرچشمه کشانیدن آب نوشاکی و پلیزی اقدام نجیبانه آنها می باشد که در این کار 1,600,000 سامانی خرج نمودند. آب نوشاکی با دو قبور قطرشان 70 میلیمتر و آب پولیزی باشد با قبور قطرش 250 میلیمتر آورده شدند. سالهای پیش آب مذکور با جویبارها به دهه می آمدند که قسم زیادی آن در راه تکشین می گردید. اکنون از این به بعد ساکنان می توانند زمین های زیادی را سیراب نموده از هر قطعه زمین مقصدناک استفاده برده محصولات گوناگون کشاورزی کشت و پرورش نمایند. از دیگر کار دست جمعانه آنها با قبور قطرش 115 میلیمتر کشانیدن آب پولیزی از ماغیان دریا می باشد. آب مذکور با تجهیزات مخصوصی آبکشانی به مسافه 2 کیلومتر بلندی برده شده. بعد پورا به انجام رساندن کارها حالت ملیوراتیوی زیاده از 50 هکتار زمین خواجگی و ساکنان بهتر گردانیده می شود. با تشبث جوانان دهه با مسافه 2000 متر آب پولیزی جابجا کردیم که به همین به مبلغ 150,000 سامانی همین به صرف شد که قریب 50 هکتار زمین اهالی و هم این خواجگی آبیاری کرده می شود و با آینده نیت داریم
همین چیزا زیادتر کنیم برای آبادی قشلاق. گفته های اساسگذار صلح وحدت پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان همون سپارش هایی که هم نوشتن با همه خلق یک گلانه دستگیری نموده کارهای آبادانه برام میمونه. بنیاد میدانچه نو زمانوی در مرکز دهه از دیگر اقدام ساکنان دانسته می شود که این نیز با مساعدت مقامات اجرایی محلی از جانب خود ساکنان به طریق حشر ساخته شده ایستاده است. تا امروز در این انشاءات کارهای زیادی به انجام رسیدند و ساکنان نیت دارند تا در مهلت معین گردیده آن را ساخته به استفاده دهند. از سخنان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تمام خلق کشور عزیز ما تصمیم گرفته برای آبادی و آبادکاری دهه ها و شهرهای خودشان خیلی تصمیم های زیاد گرفته ایستادند. مخصوصا در دهه خزن بالای ما برای ساختن میدانچه ورزشی زیاده از 200,000 سومان مبلغ با کوشش و دستگیری ساکنان با کوشش و دستگیری شهروندان خود همین دهه ساختمانش رفته ایستاده است که یکی از انشاءات‌های زیبای نشان دهنده تشبث این کارها می باشد. همچنین با سهمگذاری جوانان باننگ و ناموس دهه یک قسمت بینای مرکز سلامتی تعمیر گردیده در آن شعبه تولدخانه را جای دادند که بعد این مشکلات چندی ساله ساکنان برطرف گردید. امروزها باشد برای مطابق گرداندن راههای بین دهه به طلبات‌های امروزه ساکنان در کنار راهها جویبارهای بتونی می‌سازند. در این کار نیز همروزه حشرچیان زیاد اشتراک می‌کنند و برای ادامه کارها از جانب شخصان وطن دوست محصولات لازمه دسترس کرده می‌شوند. تا امروز قسمت زیادی راههای بین دهه سنگفرش گردانده شدند و برای منفرش نمایی آماده می‌باشند و ساکنان نیت دارند که در سال‌های من بعد تمام راههای بین دهه را منفرش نمایند. ساکنان دهه پل گرداب این جماعت نیز سال جاری از مسافه زیاده از 9 کیلومتر با قبور قطرش 125 میلیمتر آب نوشاکی و پولزی کشانیدند. بعد آوردن آب مذکور اکنون با شمول زمین‌های نزدیاولگی ساکنان 50 هکتار زمین آبی گردیده است که سال آینده از آنها میتوانند حاصل دلخواه از تمام محصولات کشاورزی به دست آورند. آنها نیت دارند که سال آینده در اینجا حوض کلان بتونی بنیاد کنند تا من بعد تقسیمات آب درست و استفادهش مقصدناک گردد. این آب با توربه 125 دیامترش زیاده از 9 کیلومتر آورده شده است. برای 125 خواجگی زیاده از 30 هکتار زمین. پیش ما از این چیز تنقیص میکشیدیم. حاضر بعد از این آب اومدن ما از همین مشکلی همین برطرف شدیم. در دههای جماعت دهات ماغیان شهر پنجکن انانه بنیاد صنفخانه‌های ایلوگی از جانب ساکنان بر علا به نظر میرسد. خصوصا سال جاری در دهه سال از جانب اهالی با طریق حشر 6 صنفخانه ایلوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 ساخته به استفاده دادند. اکنون خوانندگان در صنفخانه‌های برهوا و شرایط معاصر به علم آموزی و آموزگاران به فعالیت مشغول می شوند. از بس که مؤسسه ما در دوری جایگیر شده بود، خوانندگان از 4 کیلومتر راه به مؤسسه تشریف می آوردند. از سبب دوری راه مردم دهه تصمیم گرفتند که در همینجا صنفخانه ایلوگی بنیاد نمایند. خوشبختانه مردم دهه به آرزوی خود رسیدند. در اینجا خوانندگان صنف‌های ابتدایی در 2 بست تحصیل میکنند. ما شکرانه از آن میکنیم که در فضای صلح و ثبات کار فعالیت کرده ایستادیم. امروز دولت ما تاجیکستان تنج است، چون که ما در زیر فضای استقلالیت کار فعالیت میکنیم و شکرانه از سرور دولت ما میکنیم که امروز تشبث آن مرد نجیب است که در کشور ما بسیار مؤسسه ها ساخته به استفاده داده شده. ما نیز پیروی آن کس بوده چنین صنفخانه های ایلوگی را مردم ما تشبث برداشته ساخته به استفاده دادند. مساحت عمومی زمین‌های آبی کورم در این جماعت 343 هکتار را تشکیل داده. کشاورزان کوشش می‌نمایند تا زمین‌های در اختیار داشته را ثمرناک استفاده برده تلبات‌های اگروتکنیکی کشت و پرورش را رعایت نمایند. امروزها با استفاده از امکانات‌های موجوده کشت تیره‌ماهی محصولات ادامه دارد. عموما در جماعت دهات ماغیان شهر پنجکن کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری
جمهوری تاجیکستان در تمام سمت و ساحه و همه دهها به نظر می رسد که در بنیاد این انشاءات سهم ساکنان خصوصا جوانان بانگ و ناموس و صاحبکاران خیلی نظر است می باشد. خصوصا در منفعش‌نمایی راهها جماعت مذکور یکی از پیشرفت‌ها بوده. تا امروز علاقه زیاده از 16 کیلومتر راههای بین دهها منفعش کرده شدند و کارها در این سمت و دیگر ساحه‌ها نیز ادامه دارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. لباس ملی یکی از جزئی فرهنگ ملی به شمار رفته. یادگاری از اجدادانمان است که در طول قرنها شنوی و زیبندگیشان را گم نکرده است. تاجیکان یکی از ملت‌های قدیمه در جهان به شمار رفته با تاریخ و فرهنگ باستانی خویش شهرت بزرگی را دارا میباشند. یکی از نشانه‌های فرهنگ ملی ما احترام گذاشتن به سر و لباس تاجیکانه میباشد. در مسیر تاریخ لباس‌های تاجیکانه با طلبات زمان خود تغییر یافت ولی اصالت خویش را گم نکرد. امروز جهانیان به لباس‌های قدیمه و معاصر تاجیکان که از اطلس و ادرس، چکن و دیگر متاها دوخته شدند با هوس نگاه میکنند. در دایره چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان هر سال با مقصد روی آوردن به لباس ملی فستیوال‌های اطلس تاجیک، چکن و اکسیه‌های تاجیکانه میپیشیم گذرانیده میشود. تاریخ گواه است که زن مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت محسوب گشته یکی از نشانه‌های اساسی فرهنگ و تمدن ملت لباس ملی است. لباس ملی ترنمگر فرهنگ والای ملت است. مردم ما را در نوبت اول از روی لباس پوشیشان میشناسند. لباس زیبا انسان را باز هم زیباتر و شخص را دلکش و مفتون کننده می نماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در چند سخنرانیشان تاکید داشتند که اطلس و ادرس و چکن زیب بانوی تاجیک دارد. ببینید ما سالهای اولی که پیشنهاد کردیم با احیای تمدن و فرهنگ ملی اما سر و لباس ملی چقدر اطلس که فراموش شده بود. مردم ما مردم آریایی تبار هستیم. مردم ما خیلی زیبا است. این گل با زیبایی شما نمیارزد. شما از این گل زیبا هستید. بله همین است. یعنی ما در همه البته من بفهمم در همه وقت ادرس و اطلس رو باور کردن شاید درست نیست. وقت، ساعت، دقیقه، جا، محل، معرکه، چاره‌بینی، کار دیگر وای خودش دارد. لیکن در روزهای حتما جشن‌های فرهنگی ملی امان ما سر لباس ملی داشته باشیم. همین خیلی باید باشد. چرا بیگانه پرستی کنیم؟ فرهنگ تنها یک رقص کردن و با سرود خواندن این چی نیست. مفهومی وسیع دارد. همین سر لباس هم فرهنگ است. این مدنیت، این فرهنگ، این زبان همه با هم توأم هستند، با هم یک هستند. ملت را تشکل میدهند. ما با لباس ملی خود افتخار می نماییم. باید تذکر داد که لباس ملی معرفگر خلق و ملت به شمار می رود. احترام به لباس ملی رسیدن به قدر ارزش‌های ملی افاده تمدن هر یک کشور است. لباس پوشی تاجیکی با تکیه با نزاکت خاص خود ما را در جاده درک و شناخت ارزش‌های واقعی ملت و بشری پیش می‌برد. بنابراین امروز باید در روحیه وطن دوستی، افتخار ملی، خودشناسی و خودآگاهی، تربیت نمودن نسل جوان، شکر استقلال وطن و دولت را نمودن، شکر ثبات و آرامی و برای وحدت جامعه تلاش داشتن یکی از وظیفه‌های مهم جامعه باید دانسته شود. در ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی که در جماعت‌های دهاتی شینگ و کوساتاروش برگزار گردید، اساساً شرح و ایضاح قانون‌ها و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مورد سخنرانی‌ها قرار گرفت. ملاقات گروه تبلیغاتی در جماعت دهاتی شینگ با سخنان افتتاحی معاون رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده آغاز یافت. در ملاقات مراد شکرزاده بار دیگر اظهار داشت که ما پس از چند روز
سیمین سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم. واقعا کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان که سال 1994 از طریق رای پرسی عمومی خلقی قبول گردید، در تحکیم پایه‌های دولتداری، تامین حقوق و آزادی‌های انسان نقشی ارزنده گذاشت. در ملاقات پروکورور شهری پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده توجه حاضرین را پیش از همه به آموزش اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر سندهای معیاری حقوقی جلب کرد. او اظهار داشت که هدف اساسی از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلان نمودن سال 2024 سال معرفت حقوقی پیش از همه با تحکیم و ترغیب معرفت حقوقی در بین جامعه روانه شده است و ما امید میکنیم که با برگزاری چنین ملاقات و صحبت ها ساکنان جماعت های دیهات بلندکوه پنجکین با آموزش قانون ها و دیگر سندهای معیاری توجه بیشتر ظاهر میکنند، زیرا در جامعه‌ای که مردم قانون ها را رعایت میکنند آن جامعه همیشه پیشرفته خواهد شد. در ملاقات با ساکنان جماعت دیهات شینگ، نماینده شعبه امنیت دولتی شهر پنجکین کریم فخرالدین سیف‌الدینویچ شرکت ورزیده اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون مسائل بررسی شده، تامین امنیت جامعه، پیشگیری روندهای نامطلوب، بلند برداشتن زیرکی سیاسی شهروندان و دیگر مسائل‌ها ارزیابی کرد. در جماعت دیهات کاستراش نیز ملاقات گروه تبلیغاتی را معاون رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده حسن آغاز بخشید. مقصد و مرام اعلان شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی را استقبال سیمین سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان با حاضرین شرح و ایضاح داد. پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده ضمن سخنرانی خویش با توجه ساکنان جماعت دیهات کاستراش اطلاع داد که مقصد و مرام ما در این سال فرخنده و منبع نیز برای بلند برداشتن معرفت اهل جامعه روانه شده است. باید هر یک شهروند تاجیکستان قانون‌های عمل کننده آن، مخصوصاً قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر سندهای معیاری حقوقی پیام پیشوای معظم ملت را همه طرفه آموزند، در تطبیق آنها سهم ارزنده خویش را گذارند، زیرا جامعه‌ای که به ولایت قانون احترام می‌گذارد این جامعه همیشه به پیشروی‌ها نائل می‌گردد. پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمت‌زاده باری دیگر اظهار داشت که دوام 30 سالی سپری شده کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان رسالت بزرگی را در سمت تامین ارکان دولتداری جمهوری تاجیکستان، آزادی‌های شهروندان و روندهای دولتداری ما معین و مشخص کرد و ما باید افتخار نماییم که تاجیکستان صاحب چنین یک کنستیتوسی می باشد که از طرف اکثر کشورهای جهان یکی از کنستیتوسی‌های بهترین و مطابق به طلبات قانون‌های بین المللی اعتراف شده است. در ملاقات کاتب بخش پنجکینتی اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان اسماعیل ظریفی برای برگزاری چنین یک ملاقات پرمحتوا با رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و پروکوراتور شهر پنجکین عرض سپاس کرد و اظهار نمود که واقعاً سال معرفت حقوقی در سمت بلند برداشتن معرفت
شهروندان نقش بزرگی را انجام داد. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. با مناسبت 100 سالگی تأسیسیابی حزب کمونیستی تاجیکستان و 126 سالگی خادم دولتی و جمعیتی چینور اماموف از طرف کمیته شهری پنجکنتی حزب کمونیستی تاجیکستان یک سلسله چاره‌بینی‌های معرفتی و فرهنگی دایر کردید. سال روان به تأسیسیابی حزب کمونیستی تاجیکستان 100 سال پر شد. با این مناسبت از طرف کمیته شهری پنجکنتی حزب کمونیستی تاجیکستان چاره‌بینی‌های معرفتی تشکیل گردید. در جریان این چاره‌بینی‌ها اشتراکچیان نخست از خانه موزه لنین و استالین با اقدام سابقه‌دار حزب بایمراد شایف تأسیس یافته است شناس شدند. در خانه موزه عکس‌های گوناگون تاریخی، ثبت‌های رادیویی، فیلمنامه‌ها و دیگر سندهای نادر بخشیده به فعالیت حزب کمونیستی تاجیکستان از جمله کمیته شهری پنجکنتی حزب دوام 100 سالی سپری شده نگاهداری می‌شوند. در خانه موزه در وصف لنین و حزب کمونیستی تاجیکستان اینچنین موضوع وطن پارچه‌های شعری قرائت گردید. سرشوی موزه از حیات و فعالیت ولادیمیر ایلیچ لنین سر می شود. ما نیمپایکری ولادیمیر ایلیچ لنین را ماندیم، دست خطهای ولادیمیر ایلیچ لنین را ماندیم. اینچنین به موزه ما گازته پراودا از فدراسیون روسیه داخل شد. شماره یکم گازته پراودا که سال 1912 وقتی که لنین زنده بود چاپ شده بود. بعد از آن کتاب‌های ولادیمیر ایلیچ لنین، اثرهای ولادیمیر ایلیچ لنین، پورترت‌های ولادیمیر ایلیچ لنین، کتاب‌ها درباره پارتی کمونیستی شد. اینچنین یک قسم دیگری آثارخوانه به حیات و فعالیت ایوسیف ویساریانوویچ استالین بخشیده می شود. در اینجا نیمپایکری ایوسیف استالین گذاشته شده است. حیات و فعالیت این شخص بزرگ در صحیفه های تاریخ فراموش نشونده. با مناسبت 100 سالگی تأسیسیابی حزب کمونیستی تاجیکستان و 126 سالگی سرور اول حزب کمونیستی تاجیکستان چینور اماموف در کاخ فرهنگ جمع آمد ایدانه برگزار گردید. جمع آمد تنتنوی با صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. بعداً جمع آمد را رئیس کمیته شهری پنجکنتی حزب کمونیستی تاجیکستان سفرینیسا قربانووا آغاز بخشیده حاضرین را با این صحنه تاریخی تبریک و مبارکباد گفت. کاتب اول کمیته حزبی ولایت سغدی حزب کمونیستی تاجیکستان قربانجان میرزایeva ضمن سخنرانی خویش درباره تاریخ حزب کمونیستی تاجیکستان راه طی کرده آن، چهره‌های شناخته حزب و نقش آن در آبادانی کشور معلوماتی مفصل داده. اشتراکچیان این جمع آمدی با شکوه را به مناسبت 100 سالگی تأسیسیابی حزب کمونیستی تاجیکستان شادباش گفت. سپس نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکن олимхон کالонов اینچنین سابقه‌داران حزب کمونیستی تاجیکستان از جمله سیروجف، ماهیره بابوبکова، مراد سیدعلی مزاری در جمع آمد تنتنوی اید به نقش و مقام حزب کمونیستی تاجیکستان و فعالیت سازنده آن در زمان اتحاد شوروی اندیشه و ملاحظات و خاطره‌هایشان را بیان کردند. در یک فضای تنتنوی اولین مدال جشنی 100 سالگی حزب کمونیستی تاجیکستان با سابق رئیس کمیته شهری پنجکنتی حزب کمونیستی تاجیکستان سابقه‌دار حزب بایمراد شایف تقدیم گردید. اینچنین با سابقه‌دارانی که بیش از 50 سال در صف حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشتند با مدال‌های جشنی سرفراز گردیدند. اینچنین در جریان جمع آمدی تنتنوی زادروزی یکی از اربابان معروف دولتی و حزبی فرزند فرزانه خلق تاجیک عضو بیروی تاجیکستان در سالهای 1917-1937 همدیارمان چینور اماموف تجلیل گردید. معروضه‌چیان آموزگار نادیره و زرینه، استاد کلونی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند صلاح‌الدین اسرائیلوف، سابقه‌دار حزب بایمراد شایف و دیگران درباره فعالیت دولتی و حزبی
یکی از چهره‌های شناخته تاجیکستانی نوین چنور امامов اندیشه‌های خیش را بیان داشته تاکید کردند که چنور امامов در قطار دیگران مثل نصرتالله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و ده‌ها فرزندان جسور تاجیک در پایه‌گذاری جمهوری مستقل تاجیکستان در سالهای 20-30 عصر گذشته خدمت شایسته نمود و امروز نامش را مردم ما با افتخار به زبان می‌آورند. قید نمودند که ما کمونیستان از آن فخر میکنیم که چنور امامов زاده دهه زیبانی شهری پنجکند بوده در احیای دولت ملی تاجیکستان و پایتخت آن سهم ارزنده گذاشته است. زندگی نامه این مردی برومند برای تربیت معنوی و خودشناسی نسل‌های امروز و آینده مکتبی عبرت آموز خواهد بود. تو چون کانی زره بودی، تو چون یک سروره بودی، به مثل گوهره بودی، به مثل اختره بودی، پلنگ بودی و اوران، چو شیر نیز در میدان، چو ماه بودی و تابان، تو اختر بودی و رخشان، در این ایام پر از شعر جهالت داشت جای مو، نترسیدی نلرزیدی گذشتی از دم طوفان. همین طور از طرف خوانندگان شعرهای وطن دوستانه قرائت گردیده 126 سالگی فرزند فرزانه ملت چنور امامов و 100 سالگی تأسیسیابی حزب کمونیستی تاجیکستان همچون یک جزء تاریخ در شهر پنجکند با چاره‌بینی‌های خاطرمان تجلیل شد. گزارش مونیسه اتمولویeva، شهباز قربانov و شاه حسین صالحov. راهبریت و کارمندان مرکز نظارتی دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر پنجکند بنابر وفات متخصص ورزیده مختاربای شایمانov اندوهگین بوده به اهل عائله و پیوندان شادروان همدردی بیان نموده از درگاه خداوند صبر و جمیل میخواهند. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.